جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز و خیلی خوشحال هستیم که ما را به خانواده خود و کانون گرمخانه خود پذیرفتین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه خودتان، برنامه‌ای که متعلق به شماست و سالهای شرعی شماست، یعنی برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز خواهم بود. السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول برنامه را با سوالهای شرعی بینندگان عزیز آغاز میکنیم و بعد میریم سراغ تماس‌های تلفنی بینندگان عزیز. جناب مولانا، بیننده پرسیدن که آیا اگر زنی به شوهرش بگوید مرا طلاق بده، شوهر بگوید باشه و از روی عصبانیت بگوید داده‌ام، آیا این طلاق واقع می شود و چند طلاق است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مرحله اول تقاضای طلاق کردن بدون نیاز، بدون اینکه انسان مشکلی داشته باشه و مصلحت دینی در اون باشه، تقاضا کردن طلاق و به هم زدن کانون زندگی زناشویی امری ناجایز و حرام هست، مگر در صورتی که زندگی تبدیل به یک جهنم شده باشد و زوجین نتوانند که ادامه بدهند یا ادامه زندگی به معنی زیر پا گذاشتن احکام دینی و فرایض شرعی باشد که در اون صورت می توانند که از همدیگر جدا بشوند. و وقتی که ایشون سوالشون این بود که اگر که شوهرم طلاق داد، زن تقاضای طلاق کرد، گفت منو طلاق بده، شوهرم گفت که طلاقی یا طلاق دادم، این عصبانیتی که در سوال اومده این معیار نیست، زیرا معمولا یعنی طلاق دادن با خوشحالی نیست، با خنده همراه نیست، حتما در پی درگیری هست و با صدای بلند شدن صدا هست و با ناراحتی اتفاق میفته و عصبانیت یک معیار خاصی رو داره. اگر عصبانیتی بود که انسان با عقل و درایت خودش کاملا هست و کنترل خودش رو کامل در اختیار داره، میداند که چی میگوید و آشفتگیش در حد بسیار زیادی نیست که کنترل خودش رو از دست داده باشه، این عصبانیت هیچ تأثیری در حکم ندارد. یعنی اگر کسی مردی زنش را در حالت عصبانیت، یعنی یک عصبانیت عادی طلاق بدهد، طلاقش واقع هست و این عملش یک عملی هست که بر اون حکم شرعی مترتب می شود و بستگی به این دارد که چه لفظی رو به کار برده. اگر زن گفت که مرا طلاق بده، شوهر گفت که تو را طلاق دادم، بدون قید این که مثلا یک طلاق دادم، دو طلاق دادم یا سه طلاق دادم، صرفاً بگید که من تو را طلاق دادم، یک طلاق واقع می شود. اگر گفت که طلاق دادم، یک طلاق واقع می شود و بیشتر واقع نمی شود. منتها اگر عصبانیت واقعا در حد بسیار زیادی باشه، یعنی در حدی رسیده باشه که به هیچ عنوان این مرد نمی تواند خودش رو کنترل بکند،
و خودش هم نمیداند که چی میگوید. بعد از این که عصبانیتش فروکش کرد، اگر بهش گفتند که تو زنت رو طلاق دادی، یادش نبود اصلا، یعنی قبول نمیکرد که چون این کاری رو انجام داده. بینه و بین الله معیار برای ما وقتی که به کسی فتوا میدیم، حکم شرعی رو بیان میکنیم، حرف خودش هست، ما از قلب کسی خبر نداریم. اگر واقعا در حدی رسیده بود که یک طلاق غیر ارادی داده بود، در این صورت طلاق واقع نمی شود. یا مثلا میخواسته که یک حرف دیگری رو بزند، مثلا میخواسته که بگوید من طلاقت نمیدهم، تا قیامتم طلاقت نمیدم، اشتباها و از روی خطا و سهم به زبانش اومد که طلاقی، میخواد که یک حرف دیگری رو بزند، طلاق بر زبانش اومد، در این صورت طلاق نمی شود. اما اگر با تصمیم و اراده خودش طلاق داد، ولو اینکه در حالت عصبانیت بود و عصبانیتش در حدی نرسیده بود که کاملا از خود بی خود شده باشد، در این صورت طلاق واقع می شود. اگر مطلق گفته باشد که طلاقی، همان یک طلاق واقع می شود. اگر قصد نداشته فقط بر زبان بیارد، یعنی این مهم است، این قصد هم باید داشته باشه. نه، در طلاق و موارد دیگر شبیه این قصد لازم نیست. وقتی که لفظ طلاق رو بر زبان آورد، این یک لفظ صریحی هست، یک لفظ صریحی هست، نیاز به نیت ندارد. میخواسته که بگوید، به زنش گفته که تو طلاق هستی، الان در قلبش نمیخواسته که طلاق بدهد، اما بر زبان آورده و زنش رو مخاطب قرار داده، در این صورت طلاق واقع میشود، زیرا که طلاق رو هم جدیش جدی هست و هم شوخیش جدی هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در مورد سوال در مورد اجاره و یک نوع از اجاره خونه است به اسم رهن، گفتن که آیا رهن دادن خونه جایز است یا نه؟ این صورتی که امروزه به عنوان رهن استفاده میشه و مطرح هست، این رهن شرعی نیست، این بلکه یک نوع قرض هست که مستاجر به صاحب خونه قرض میدهد و در مقابل از خونه استفاده می کند و این رهن شرعی شمرده نمی شود و این کیفیت و صورتش از نظر شرعی اشکال دارد. یک قاعده کلی داریم در فقه اسلامی که کل قرض جر نفعا فهو ربا. اگر شما به کسی یک قرضی رو بدهید، مانند این که مستاجر به صاحب خونه قرضی رو میدهد، پولی رو میگذارد پیش اون و در مقابل از خونه اون کسی که قرض رو تحویل گرفته استفاده می کند، این مشمول این مورد می شود که کل قرض جر نفعا فهو ربا، که یک نوع ربا شمرده می شود و جایز نیست. منتها سعی بکنند که به کیفیت دیگری باشد، به طور مثال محاسبه بکنند اون مقداری رو که میخواد صاحب خونه بگیرد، اینو محاسبه بکنند و تقسیم بکنند بر سالهایی که مستاجر میخواد که در خونه بماند و اجاره بکند و به عنوان اجاره این رو تحویل بگیرد، یعنی پیش پرداخت باشه به عنوان اجاره 1 سال 2 سال یا 3 سال و هر وقتی که صاحب خونه هم که مستاجر خونه رو خالی کرد، باقی مانده پولشون رو بدن. این صورت اشکال شرعی نداره. اما به عنوان رهن که در مقابل اجاره رو کمتر بکنند یا به صورت کلی اجاره نگیرند، این از نظر شرعی اشکال دارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خانوما که مثلا صبح میبینن از عادت ماهیانه پاک شدن و میخوان غسل بگیرن، میگن که باید نماز 2 وقت قبل هم قضا بیارن. یعنی مثلا اگر نماز ظهر که پاک شدن و باید بخونن، باید نماز صبح و عشای دیشب هم بخونن. آیا این گفته درسته یا نه؟ معیار اصلی در بحث عادت ماهیانه خانم ها آغاز و انتهای عادت ماهیانه هست. آغازش زمانی هست که برای اولین بار خونی رو مشاهده بکنند و انتهایش هم آخرین قطره خون و آخرین مرتبه هست که خونی رو در واقع مشاهده کرده باشند. این 2 ملاک و معیار هست. اما اگر فرض بکنیم که یک خانمی بعد از نماز صبح، در واقع یعنی وقت نماز صبح یا بعد از اینکه نماز صبح رو خوندند یا دقیقاً بعد از طلوع آفتاب که وقت نماز صبح تمام شده بود، فرض کنیم که آخرین بار در اون وقت خونی رو مشاهده کرد، تا قبل از ظهر دیگه خونی مشاهده نکرد. قبل از ظهر مطمئن شد که کاملا 100% پاک هست و مطمئناً بعد از نماز صبح یعنی بعد از طلوع فجر هم مطمئن بوده که خونی رو مشاهده کرده و قبل از ظهر مطمئن هست که الان پاک شده. حکم شرعی این هست که نماز ظهر را باید بخواند، چون که پاک هست، ولو اینکه غسل نکرده باشد نماز ظهر را باید بخواند. اما نماز فجر را و نماز عشای قبل از اون را لازم نیست که بخواند، زیرا که مطمئناً بعد از نماز صبح هنوز پاک نشده بوده،
قبل از نماز ظهر پاک شده و از اون 2 وقتی رو که قبلی هست اونها برگردنش لازم نیست. فقط از زمانی نماز لازم می شود و فرض می گردد که انسان کاملا پاک شده باشد، نماز فرض هست و در غیر این صورت نماز فرض نیست. و احتیاط بیمورد هم در این مورد در واقع درست نیست و در این زمینه انسان نباید که وسواسی رو داشته باشه و اندازه‌ای که شریعت ما رو مکلف نکرده ما نباید که در این زمینه تنطع بکنیم، یعنی برای اینکه بر خودمان سخت بگیریم. همون معیارهایی رو که شریعت قرار داده بر اساس اونها عمل بکنیم، انشالله که احکام عبادی ما، نماز و روزه ما درسته و هیچ گونه اشکالی رو هم نخواهد داشت و نیازی به وسواس بیشتر نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که یک دوستی دارم که انسان خوبی است و خوش اخلاق و کارکن، دست به خیر و فقط در مورد عبادت نماز جمعه رو میخونه. گفتن که من برای این دوستم امر و نهی میکردم ولی دوستم میگفت که به من امر و نهی نکن چون که از دین اسلام زده میشم و بهم نگو، اصرار نکن. الان من فقط دارم واسش دعا میکنم، آیا گناهی الان بر من هست یا نه؟ در مورد امر به معروف و نهی از منکر این وظیفه همگانی تمام مسلمانان هست. هر کسی در سطح خودش و در حد خودش و با ابزاری که در اختیار دارد، امکاناتی که در اختیار دارد باید امر به معروف و نهی از منکر بکنند. 2 نفر که با همدیگر خیلی دوستند، صمیمی‌اند، روش دعوتشون و امر به معروف و نهی از منکر متفاوت هست با یک کسی که شما اصلا نمیشناسید یا یک بار دیدید. قطعا کسی که شما با اون آشنایی بیشتری دارید بیشتر میتوانید بر اون فشار بیاورید یا ابزار مهمتر و کارگرتری رو شما دارید میتوانید که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. این که گفتند که کاری به من نداشته باش من زده میشم از اسلام، این مسئولیت شما رو کم نمی کند بلکه مسئولیت شما رو بیشتر می کند. یعنی این که شما روش های دیگر رو انتخاب بکنید، افراد دیگری رو مأمور بکنید و به راه های دیگری متوسل بشوید که بتوانید اون رو پایبند نماز بکنید. و این که فلانی آدم خیلی خوبی هست به جز این که نماز نمی خوند، یعنی این که آدم خیلی بدی هست. نشانه خوبی این است که انسان ابتدا حق الله متعال را به جا بیاورد. کسی که حق الله را به جا نمی آورد، نماز نمی خوند و پایبند احکام شرعی نیست، این که برخوردش خوب هست، این که نمیدونم که کار ظاهرش یعنی خوش برخورد هست یا کار دیگه خیری رو انجام داده، این نشانه از این است که اولویت ها رو در نظر نگرفته و آدم خوبی نیست. آدم خوب اون کسی است که ابتدا اولویت های شرعی رو در نظر بگیرد، این احکام شرعی رو هر یکی رو در جایگاه خودش قرار بدهد. اول فرایض، بعد واجبات، بعد از اون سنت ها، بعد از اون مستحب ها و بعد از اون مباح ها، به این ترتیب بر شریعت اسلامی عمل بکند. انسانی که از آخر شروع بکند کار مباح را یا کار نفل و سنت رو انجام میدهد اما اون فرایض اصلی رو انجام نمیدهد، چون این انسانی رو نمیشه گفت که در بعد دینی انسان عاقلی هست. وظیفه شما کم نمیشود بلکه وظیفه شما بیشتر هست، مسئولیت بیشتری رو دارید. منتها ابزار کار خودتون رو، ابزار دعوت رو عوض بکنید، با گونه‌های دیگر دعوت بدهید، افراد دیگری را، دوستان دیگری را در واقع مأمور بکنید که این کار رو انشاءالله انجام بدن و این امیدوار هستیم که الله متعال به تمامی کسانی که تارک صلات هستند و پایبند احکام شرعی نیستند انشاءالله توفیق بدهد و موفق بگرداند که پایبند دین و شریعت باشند انشاءالله. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بازم تکرار میکنم بینندگانی که قصد دارن تماس تلفنی بگیرن لطف بکنن سوالای شرعیشون آماده باشه و وقتی که تماس گرفتن از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن چون صدای گیرنده ها دیرتر میاد. جناب مولانا بیننده بعدی گفتن که بنده به لطف خداوند و همت شما موحد شدم. خواستم بدانم که روز جمعه آیا میشه پشت سر کسی که وضو و نمازش بر اساس مذهب شیعه است نماز خواند، آیا درسته یا نه؟ وقتی که شما موحد شدید و مطمئن هستید الان به دلیل و مدرک رسیدید که وضویی که شیعه میگیرد از نظر شرعی درست نیست،
پیامبر و صحابه و اهل بیت چنین وضوعی را نگرفتند و این وضوع از نظر شرعی کامل نیست، کافی نیست و ناقص است. یعنی این که تفاوتی نداره که یک انسان بدون وضوع نماز بخواند یا اینکه وضوعش کاملا وضوع ناقصی باشد. نماز خواندن پشت سر امامش نه از نظر فقهی درست است و نه از نظر اعتقادی. این از نظر فقهی وضوعشون کامل نیست، در مورد شکننده های وضوع تفاوت هایی وجود داره و ما مطمئن هستیم که این وضوعی که امروز شیعه میگیرن برخلاف سنت رسول الله و برخلاف روش اصحاب و ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. و همچنین عموما علمای شیعه جز کسانی هستند که بدعت هایی رو دارند که این بدعت ها در حدی هست که منافی صحت نماز پشت سر چنین افراد است. شما نماز جمعه را یا نماز جماعت را وقتی که براتون میسر نیست که نماز جماعت را بخونید، در خونه نماز بخونید یا با جماعت در خونه یا به صورت تنهایی نماز بخونید. و نماز جمعه را هم وقتی که نمیتوانید بروید، اهل سنت نیستن در شهر شما که نماز جمعه را با جماعت بخونید، خودتون در منزل به جای نماز جمعه 2 رکعت جمعه 4 رکعت نماز ظهر را بخوانید و مسئولیت دیگری و گناه دیگری برگردن شما نیست و شما کاملا بری از ذمه خواهید بود. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیز وصله و باز تکرار میکنم بینندگان عزیز سوالای شرعیتون آماده باشه و از طریق گوشی تلفن لطف کنید با ما صحبت بکنید. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. یک سوال شرعی داشتم، میخواستم معلومات اکثر جواب بده. پیش از اینکه ما سوال بگویم، ما در افغانستان یک اصطلاح داریم معمولا اینجا مردم استفاده میکنن، یعنی ایتو میگه که ما را تیر از این شوروای چرب. منظورش این است که یعنی میگه ما را تیر از این شوروای چرب و منظورش این است که یعنی منظورش این است که اگر از یک چیز صرف نظر بکنی یا از یک کار خودت بکشی، این تو معنا داره. بله. حالا ما میخوایم که سوال ما در ارتباط با این موضوع بکنیم. یک روز قبل ما در راه روان بودم، امیتو در ذهن ما تصور کردم که ما به خانه خسرم رفتیم و همراه خسرم در حالت خانواده در حالت جنگ و جنجال و دعوا و میگفت هستم. در ذهن میگفت میاد و آخر به خسرم میگم که اگر شما طلاق دخترتان میخواهید ما میتم. این گپ تا این قسمت تنها در ذهن ما خطور میکنه. در این هنگام همینطور بدون اراده از دام ما برآمد که ما رفیق از شوروای چرب، یعنی داستانی که با اونا گپ میزنم و امی گپ در اینجا یاد میکنم، این در ذهن میه و امی مرا تحت فشار قرار میده، ناشی میشه که من از دانم برای که ما را تیر از شوروای چرب. یعنی تیر درسته؟ ما را تیر از این شوربای چرب. شوربای چرب یعنی منظوری است که یعنی به این شوربای چرب صرف نظر بکنید. صرف نظر. ولی خب چیزی تو ذهنتون گذشت، یعنی فقط در ذهنتون چیزایی گذشت اینو بر زبان آوردین. در ذهنم اینی گذشت که اگر شما میخواین طلاق دخترتان ما براتون میتم. این در ذهنم خطور کرده، میگم در حالت ذهن همین گپ ناشی شد. این گپ از میدان ما برای دیگه در این رابطه حکمش هم میخواد. درست. مورانات برم. سوال واضحه، تشکر میکنم شما. سلام علیکم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سوالی داشتیم. بفرمایید. همین ایدی قربان، ایدی رمضان، چگونه باید که جشن گرفته بشه؟ ایدهای سنت چگونه است؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه چگونه روزه عید میکردن در زمان عید؟ یعنی بله. به چه صورت سوال؟ سوال دیگر این که انا عضو در این شبکه نوروز ولایت یک
چیز گفته ثابت که از اخون گفته ثابت که در مسند احمد حدیث هست که عایشه روایت کنه رضی الله عنها در بعد گذشتن پیامبر صلی الله علیه و آله و بر سر سینه خود می‌زدیم. آیا این درست است یا خود؟ صداتون واضح نبود، یکی دوباره بپرسین. یکی در شبکه‌های چین شیعه یعنی یک آخوند گفته ثابت که در مسند احمد از عایشه رضی الله عنها روایت است که یعنی بعد گذشت پیامبر صلی الله علیه و آله ما بر سر سینه خود می‌زدیم. آیا این حدیث هست نیست؟ معامله است که می‌گوید بفرمایید. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. درست میخواستم بپرسم زمان نماز تشهد از کی شروع میشه، بعد به ساعت چند ساعت شب مثلا زمانش پایان میرسه؟ بعد اینکه من نماز قضایی خیلی دارم، میخواستم من راهنمایی کنید، ممنون میشم. سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد چند تا سوال داشتم اگر اجازه بفرمایید. سال اولتون؟ سوال اول حضرت عایشه مادرمان چند ساله بودن و حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج کردن؟ الو. بله. سال دوم؟ بسیار علما میگن که در 8 ساله 9 سالگی این صحیح است یا اینکه درست. و سوال دویم هم استاد جوراب هایی که در همین تابستان میپوشیم، مثلا جوراب های خفیف است در همین تابستان میپوشیم، در همین جوراب ها ماسک کردن جایز است؟ و دیگر استاد اهل کتاب رو با اهل کتاب زندگی کردن، نکاح اهل کتاب جایز میگن؟ بعضی مثلا تاجیک ها هستن که در شهر روسیه با اهل کتاب جایز گفتن، با آنها نکاح میکنن، با آنها مثل اوریان مثلا لباس هایی که بله اروپیان میپوشن، آخر لباس ها میپوشن، سر لوچ دیگر که شراب مینوشن، هر کجای خواهن میرون، و این نکاح صحیح نشد اینکه دیگر چیزایی شرم میداده این باره؟ درست. و من استاد یک سوالی بسیار مسئله هایی که پیرو مذهب امام اعظم میره، من استاد عبدالقدوس رو بسیار دوست میدارم، معتقد هستم این عالم خیلی بزرگ است، چیزی که میگوید با عمل میکنم با گفتار استاد یا که دیگر شبکه ها و مثل رفع یدین یا که دیگر چیزها رو بله این چیز نیست جایز است. اوی همه خیلی چیز نمیکنم، مثلا گوه در دیرم شبه میافتد. درست. فقط در مسجد نمیکنم که اختلاف میشود، در خونه مثلا میکنم. و در سوال آخرا هم سوره بقره آیت 62 ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى و یعنی آیت اگر تفسیر میکنن مختصرا استاد در برای چی چیزه؟ درست. خدای شما در حفظ نگهدار. سلامت باشید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. من یه خواهش داشتم وقتی که سر مصدر رشاد گناه داره. متوجه نشدم، بفرمایید دوباره. حضرت من نمیگم خودم اختصارم صحیح است. سوالتون دوباره یکی بلندتر. خب سوال من سوال اولی میشه خونه پس بدم نماز برسه. مال شما متوجه میشین؟ والا صداتون واضح نیست برای من متاسفانه.
اگر دوباره تماس بگیرین متشکر میشیم. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بنده گرامی شما روی خط هستین، سوال شهریتون لطفا. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. سوال شهریتون لطفا. سوال من، ببخشید، من مهندس ساختمان هستم. بله. و چند جا برای اهل تشیع و مسجد ساختیم. آیا کاری که بر انجام میگیرم و در ازای اون حق و زحمه خود رو دریافت میکنم مشکلی داره یا نداره؟ سوال دیگه هم دارین؟ متشکرم. تشکر میکنم از دوستان گرامی و برنامه خوب. خداحافظ شما. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما. ببخشید، در مورد مثلا زعفرون سلف میگیرن، در مورد اون خواستم بپرسم طبق سنت چجوریه؟ در مورد سلف زعفرون. بله، زعفران که سلف میگیرن. بله بله. با طبق سنت چجوریه؟ یعنی طبق سنت چجوری، به چه صورت؟ متوجه نمیشم. بله، سلف زعفرون که مثلا من یک جوانم مثلا پول ندارم. درست، یعنی قرضی میگیرین دیگه، پول نمیدین میخرین. بله بله بله. نه حکمش نه شهری چی منظورش؟ یعنی چی سوالش اینه که زعفران را نسیه میخرید شما، کیفیت و صورت مسئله چگونه هستین معامله؟ ظاهرا تماسشون قطع شده. برای گرامی اگه تونستین دوباره تماس بگیرین تا سوالتون رو بهتر بفهمیم. چون من اینجوری فهمیدم که در مورد زعفران که سلف میگیرن، یعنی پول دستم نیست، زعفران به صورت سلف میگیرن، حکمش چیه؟ بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام برادر جان، یک سوال داشتم، این سوال مرا جواب بگوین. بفرمایید. همین آرایشگاه گناه داره یا نداره؟ که میگن حتی پیسه شک صدقه کنی، صدقهش چی نمیشه، یعنی نه صدقهش نمیشه، میگن پیسه آرایشگاه را. همین سوال مرا شما جواب بگین انشالله. خدا حافظ. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بله. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. الو، بفرمایید بنده گرامی. یک سوالی داره. بفرمایید سوالتون. الو، از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. برنامه وصال حق هست؟ بله وصال حق. و سوال شهریتون لطفا. ببخشید شما یک سوال برای ما جواب دادین، مسائل همین مردشویان، یعنی وقتی یک میت عود میکنه چند نفر او را میگیرن شستشو میکنه. در ما عرفه که میگن این میت شویا حق دارن، از جهت شرعی چیه؟ یعنی اونا حق دارن یا که مردم برای اونا حق جدا کردن یا چی باشه مثل از جهت شرعی؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر، خیلی ممنون از برنامه خوب. سلامت باشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سوال شهریتون. سوال اولی که آیا یک شخص میتواند دو دختر یک به عقد خود در بیاورد و یک دیگر هم به عقد پسر خود؟ از یک خانواده یعنی خواهر برای دو تا خواهر یعنی؟ برای دو خواهره. اگر این کار شده میتواند، پس تکلیف اولاد از اینا چی میشه؟ آیا اولادی که خدا وزید نامیده با هم دیگر محرمن یا نامحرم؟
سوال دیگه؟ سوال دوم که وقتی یک شخص به رکوع میرسد در جماعت آیا او هم رکعت دریافت کرده یا نه؟ اگر مثلا او باید مثلا ثبات بکنه ربی العظیم الکامل با امام بگه یا نه یک بارن که بگه کفر در این ارتباط جناب مولانا شاید مفصل شدیده. درست. سوال سومی که بین فرض و سنت چقدر وقتا ایجاد شده که در سنت کراهیت وجود نیاید از لحاظ زمانی؟ یعنی بعد از فرض نماز ظهر اگر این تسبیحات بعد از فرض بگیم شاید 5 دقیقه وقتا ایجاد شده، آیا در نماز سنت کراهیت به وجود نمیآید؟ درست. سوال آخرتون؟ سوال چهارم این که یکی از برادرها گفتن این سوال بکنه که این حرفایی که ما شبکه‌های توحیدی میشنیم به اینا عمل میکنیم. علمای منطقه بعضی از حرفایی که اینا میگن خلاف نظریات شما، آیا ما به گفته‌های شما عمل کنیم یا به اینا؟ دیگه به همین جا که ما که بمونه. ما البته اگه مثلا شما حنفی مذهب هستین معمولا جناب مولانا نظر و فتوای مذهب حنفی رو هم بیان میکند، یعنی نظر حدیث و قول راجع رو بیان میکنه و چیزی که در مذهب هست هم بیان میکنه، یعنی این دیگه اختیار خودتون است که کدوم عمل میکنید. در ضمن یک کتاب به اسم عقیده مذهب حنیفی و علمای دیوبند چاپ شده. اگر مولانا ترجمه فارسی اگر مولانا این کتاب رو دیدن نظر خود راجع به این کتاب بیان بگه به خاطر که در جامعه خیلی رواج پیدا کرده. درست. برای تصوف اینا رو همه به حق دونستن. کی هستین عقیده مذهب حنفی که گفتید؟ مؤلف از این نوشته مفتی احمد نوری زیایی از علمای قندهار را به زبان با کتاب اینم به فارسی ترجمه شد. درست. تشکر میکنم از شما. ما هم تشکر میکنم شما. سلامت باش. آخرین تماس بیننده رو بگیرین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم استاد محترم، خدمت مولانا صاحب محترم سلام تقدیم میکنم. در خدمت شما هستیم. استاد من یک سوال داشتم که در ماه محرم بغیر از نهم و دهمش رسول خدا دستور داده که آدم روزه بگیره دیگه زیادتر یا نه؟ در سوال دیگه هم دارین؟ و سوال بله دارم، سوال دیگه هم دارم. مسئله طلاق که امی اصولیش چه رقم است استاد؟ امیر تشریح کنه در کدام حالت باشه، مثلا خانم مثلا در حالت مریضی باشه نباشه، چند بار برش گفته شوه، به حساب یک تشریح عمومی اگر استاد کنه راجع به این مسئله طلاق. این سوال و سوال سومی همی که مسئله کنیز چه وقت مثلا کنیز و برده در اسلام چه وقت پیش از اسلام بوده و چه وقت منع شده و حالا مثلا بعضی کسا میگه که در مصر در بسیاری جایا هنوز هم مسئله کنیز گپا رواج است و حتی با همبستری و گپا میکنن برده هایشان همراهشان که آیا گپ راست است یا دروغ میگن؟ درست. دیگه یک جان تشکر از شما. سلامت باشیم. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و انشالله اگر دوباره وقت شد بعد از پاسخ به سوالات دوباره تماس شما عزیزان رو میگیریم. میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشیم. سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا
أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان. لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزداد سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم. و کسانی را که به زنان پاک دامن نسبت زنا می دهند و آنگاه 4 گواه نمی آورند 80 تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید و چنین کسانی فاسقند مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و نیکوکاری در پیش گرفتند، پس همانا الله آمرزنده مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بالمصطفى فلتنعم بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم
حبيبي صلوا عليه. بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا، بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين، الصادق الوعد الأمين صلوا عليه. صلوا على رسول الله خير العباد. صلوا على رسول الله خير العباد. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. يهفو لنا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا، أواه فاض حنيننا صلوا عليه. على رسول الله خير العباد. صلوا على رسول الله خير العباد. أحلى الورى صلوا عليه. بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. بمحمد قلبي أضاء يا رب فامنن باللقاء. من حوضه أرجو ارتواء بين يديه صلوا عليه. على رسول الله خير العباد. صلوا على رسول الله خير العباد. صلوا على رسول الله خير العباد. صلوا عليه. بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا. صلوا على رسول الله خير العباد. صلوا على رسول الله خير العباد. ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول گفتن که یک ضرور مسئله هم هست به اسم ما را تیر از این شوربای چرب یا از این شوربای چرب ما گذشتیم. به این جمله گفتن که داستان سوالشون این بود، گفتن که در ذهنم در راه میرفتم، در ذهنم اینجوری با خودم خطور کرد، یعنی در ذهنم که به خونه رفتم و با پدر خانومم دعوا میکردم و
بهشم گفتم اگر دخترت را میخواهی میدم در ذهنم و این جمله رو بر زبان آوردم که ما رو تیر از این شوربای چرب، یعنی از این شوربای چرب ما گذشتیم و منظورش درباره طلاق بود. آیا این طلاق واقع میشه یا نه؟ در مورد بحث طلاق گذشته از این که این کنایه‌ای که ایشون گفتم که ما از این غذای چرب به طور مثال گذشتم، نمیخوام همچنین از خیر تو گذشتم به طور مثال، حتی در مورد خود الفاظ صریح طلاق، زمانی طلاق واقع می شود که شوهر به نیت طلاق دادن این حرف را می گوید، یعنی خودش دیده و دانسته لفظ طلاق را بر زبان می آورد، نه اینکه در ذهن خودش یعنی مرور بکند، در ذهن خودش یعنی جر و بحثی داشته باشد و تصور بکند که من به خانمم چنین و چنان میگویم یا اینکه به پدر خانمم چنین و چنان میگویم. این تصوراتی که شما داشتید با خودتون در وجود خودتون یعنی حرف میزنید، حرف زدید، این از نظر شرعی معتبر نیست. ولو اینکه مثلا به طور مثال شما در خیال خودتون و در پیش خودتون تصور کرده باشید که من خونه پدر خانمم رفتم و به پدر خانم خودش گفته که دختر طلاق هست، فقط در ذهن خودش هست و در خارج چون این اتفاقی نیفتاده، این از نظر شرعی طلاق واقع نمی شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آنچه که امت من در قلبشون هست و بر زبان نیاوردند الله متعال اون رو معاف می کند، یعنی این که حکم شرعی بر آن مترتب نمی شود. تا زمانی که شما به نیت طلاق لفظ طلاق را بر زبان نیاورده باشید و خطاب نکرده باشید به در واقع خانمتون یا به کسی دیگر بهش خبر داده باشید که زنتون را طلاق دادید، طلاق واقع نمی شود. این که شما در ذهن خودتون ولو اینکه 1000 مرتبه زنتون را طلاق بدید، فقط در ذهن خودتون هست، فکر بکنید که به خانمتون گفتید که طلاق هست، فکر بکنید که به برادر خانمتون، به پدر خانمتون گفتید که در واقع زنت رو طلاق دادید، یا اینکه حکایت بکنید از ماجرای طلاق، یا اینکه حکایت بکنید از ماجرای طلاق. به طور مثال یک کسی زنش را طلاق داده، میرود پیش قاضی، پیش چند نفر دیگر میرود و تعریف میکند که من به خانمم گفتم که تو طلاق هستی. اگر 1000 مرتبه این جمله را تکرار بکند، این حکایت حال گذشته است. هدفش این نیست که مثلا بگید یک طلاق دیگر داده، هدفش این است که جریان را بیان بکند برای مفتی و برای کسان دیگر. در این صورت وقتی که خطاب کرده باشه، به زنش گفته باشه یا به کسی دیگر خبر داده باشه که زنش رو طلاق داده، دوباره وقتی که این رو در جای دیگر تکرار میکند، طلاق دیگر واقع نمیشه و صرفا همون طلاق اولی واقع شده. و زمانی که در ذهن خودش طلاق داده، پیش خودش طلاق داده و بر زبان نیاورده، مخاطب قرار نداده کسی رو، در این صورت طلاقی واقع نمی شود. و انسان باید از این وسواس شیطانی هست، من گونه که ایشون گفتند که الان ناراحت هستند و عذاب وجدان دارند، نمیدونند حکمش چی است، نه، چیزی را که شما بین خودتون بوده به کسی دیگر نگفتید و اعلام نکردید، صرفا یک نوع حدیث و نفس بوده، یعنی با خودتون داشتید صحبت میکردید، با این وسیله و با این حدیث و نفس طلاق واقع نمی شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از تاجیکستان گفتن که عید باید چگونه جشن گرفته شود؟ جشنی که در مورد عید هست الحمدلله که اعیاد اسلامی همراه با عبادت هست. خود عبادت یعنی عبادتی رو انجام دادن قبل از عید، مانند عید رمضان که روزه گرفتند یا اعمال حج رو در عید قربان انجام دادند یا قربانی انجام دادند، و این جشن گرفته به صورت نماز خوندن است. خود این نماز خوندن، جمع شدن مردم در یک جا و زیارت و دید و بازدید کردن، این خودش جزء مواردی هست که در واقع نشانه از یک جشن و یک اتفاق جدید هست و در این روز جایز هست شما دید و بازدید بکنید، اظهار خوشحالی بکنید، تفریح بروید. حتی در روایت اومده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دف میزدند، یعنی دخترکان و کنیزکان مثلا بازی میکردن، شادمانی میکردن، یا به طور مثال اون گونه که گفته میشود به اصطلاح نمایش هایی که رزمی هست یا سنتی هست یا دخترکان شادمانی بکنن، هدیه دادن هست، موارد دیگر از این قبیل از نظر شرعی جایز هستند و هیچ گونه اشکالی ندارند. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیرانه گفتن که البته گفتن از کانال های شیعه شنیدن که در مسند احمد حدیثی است که عایشه رضی الله عنها بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت کردن در جمع زنان بر سر و سینه خود زدن. آیا این درست است یا نه؟
در مورد ناحقانی کردن و زدن بر سر و صورت و این حرام هست، در این هیچ گونه شک و شبهه وجود نداره و مذهب تمام اهل سنت و الجماعت هست و یک حکم قطعی هست و در این زمینه روایات بسیار زیادی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده و در این حدیثی که در مسند امام احمد رحمت الله علیه اومده و سندش هم حسن هست، بسیار از علما گفتند که سند این روایت سند اصطلاح حسنی هست. در این روایت اومده که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر سینه من و بین سینه و در واقع در گریبان من وفات کردند، از دنیا رفتند و در ادامه گفتند که از سبکسری من و از خردسالی من که سنم و تجربه کم بوده این هست که من رسول الله صلی الله علیه وسلم رو سرش رو بر بالز گذاشتم و به خودم یعنی سر و صورتم رو زدم که زنان دیگری هم بودند که این کار رو انجام میدادن. در این روایت خودش اومده حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگن که به خاطر اون حول مصیبتی که بوده و اینو اشاره کرده به حداثت سنشون، به خاطر این که در واقع تجربه کافی نداشتند این کار از ایشون سر زد و خودشون هم تایید میکنند که نه به خاطر این که جواز بوده و جایز هست بلکه اون حکم شرعی سر جای خودش هست و اگر کسی در چنین حالتی بی اختیار چنین کاری رو انجام بدهد این از نظر شرعی گناهی بر اون مترتب نمی شود ان شاء الله و الله متعال به کاری که بی اختیار انسان انجام بدهد مؤاخذه نمی کند. اما در خود این روایت صراحتا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگویند که این به خاطر بی تجربگی من و در واقع کم عمری من بوده که این کار از من سر زد و خود این مطلب را به عنوان حکایت حال یا اظهار پشیمانی در واقع ایشون انجام دادن و این نمیتونه دلیل باشه. اگر بحث این است که این دلیل از این دلیل بخوان بگیرند، خب روایات صحیح و صریح دیگری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و که از رسول الله نقل کردن به صورت بسیار زیاد نقل شده که حکم اصلی رو در این زمینه بیان کردن. اگر به عنوان یک اشکال و ایراد از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگیرند، ما معتقد هستیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اولا معصوم نبودند، امکان داشته از اونها خطا و اشتباهی سر بزند و دوما اگر عایشه اینو به عنوان اشتباه انجام داده، شما که از یک عمر هست و قرنها هست که این اشتباه رو در واقع دارید انجام میدهید. درست. جزاکم الله خیر. سوال در مورد حضرت عایشه رضی الله عنها این است که حضرت عایشه چند ساله بودن که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کردند؟ در روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که در مکه بودند عقد کردند و در مدینه در حدود تقریبا همان 9 سالگی از نظر شرعی هست که 9 سالگی دختر بالغ می شود و در اون زمان سن ازدواج به صورت کلی پایین بوده، هم در میان دخترها و هم حتی در میان پسران این یک امر بسیار عادی بوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در سن 9 سالگی با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که در سن 9 سالگی بودند ازدواج کردند و جالب این است که به طور مثال حضرت عمرو ابن عاص پدر عبدالله ابن عمرو ابن عاص با پدرشون صرفا 11 سال فقط تفاوت داشتن، یعنی پسرها هم ثابت شد در اون زمان در سن 11 سالگی ازدواج میکردن، یعنی تفاوتش فقط در سن 11 سال هست که قبل از 11 سالگی در واقع ازدواج کرده. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میگه که من مادر بزرگی رو 21 ساله رو دیدم. یعنی مادر بزرگی که در سن 21 سالگی مادر بزرگ در واقع شده بود، یعنی اینکه در زمان قدیم سن ازدواج یعنی پایین بوده و از نظر شرعی هم اشکالی رو نداره و جایز هست. روند عادی هم بوده که حتی مشرکین و کفار آن زمان این قضیه رو عیب نمیدونستن. نه عیب ایرادی نبوده، نه از نظر شرعی اشکال دارد و نه در زمان عرف اون زمان و جامعه هم هیچ گونه اشکال و ایرادی رو نداشته. درست. جزاکم الله خیر. زمان نماز تهجد از کی شروع می شود و تا کی به پایان میرسد؟ نماز تهجد وقتش از هر وقتی هست که انسان بیدار بشود تا قبل از دمیدن فجر، یعنی تا قبل از اذان فجر این وقت نماز تهجد هست. هر وقتی که شما خوابیدید و بعد از آن بیدار شدید وقت نماز تهجد هست تا اینکه اذان در واقع صبح گفته بشود. وقتی که اذان صبح گفته شد فجر دمید وقت نماز فجر هست و وقت نماز تهجد و نماز وتر در واقع تمام شده. درست. جزاکم الله خیر.
سال بعدی بیننده گفتن که نماز قضایی زیاد دارم، گفتن لطفا راهنمایی کنید که چیکار کنم. نظر بنده در این زمینه این است که اگر کسی که عمدن نماز رو ترک کرده باشد در زمان جوانی تارک الصلاه باشد، توبهش این است که طلب مغفرت بکند، از الله متعال توبه بکند و از این به بعد پایبند نماز باشد. لازم نیست که تمام نمازهایی رو که در زمان جوانی عمدن ترک کرده حتما اونها رو قضا بیاورد، منتها سعی بکند که بیشتر نماز بخواند، یعنی نماز نفل مثلا بیشتر بخواند، به خاطر اینکه گذشته جبران بشود که در روایت اومده که نمازهای نفل سنت جبران کننده نمازهای فرض هستند و چیزی رو که از شما فوت شد و عمدن ترک کردید جبران نمی شود، قابل جبران نیست و قضایش هم بر گردن شما لازم نیست. صرفا این که پایبند نماز باشید، از این به بعد نمازشون ترک نکنید، انشالله این کفایت میکنند و گناه گذشته‌ای که بر شما بوده همین که توبه کردید انشالله الله متعال شما رو معاف می‌فرماید. جزاکم الله خیر. جراب هایی که نازک هستند و در تابستان پوشیده می شود، آیا مس بر آنها جایز است برای وضو یا نه؟ اکثر فقها خصوصا فقهای احناف در این شرط قرار دادند که جراب حتما باید کلفت و غلیظ باشد، به گونه ای که زیرش یعنی چرمی رو داشته باشه، یا اینکه از بس که غلیظ و کلفت باشه که خود به خود بایستد و بشود که اون رو با اون راه رفت، یعنی بدون اینکه اون رو برپا ببندن بشود که با اون راه برود. این عقیده اکثر علمای احناف است، اما بسیار از علمای معاصرین با توجه به اینکه در روایت چنین قید و شرطی نیامده مطلقاً قائل به این هستند که مس بر جوراب جایز است. فرق نمیکنه که چه در زمستان باشد یا در تابستان باشد، چه به خاطر سردی پوشیده باشد یا به صورت مثلا نازک باشه که در تابستان اون رو پوشیده باشد. اصل هدف و معیاری که در این زمینه هست اون رخصت شرعی هست. به خاطر سهولت این حکم شرعی در اسلام در واقع بیان شده و این سهولت در هر وقتی هست که نیازی باشه. اگر نیازی باشه و در جایی شما مس کردید از نظر شرعی اشکال ندارد، اما در این که اولویت بر این است که شما پا را بشویید هیچ گونه اشکالی در این وجود نداره، همه اتفاق نظر دارند. اما اگر به خاطر عمل بر رخصت شما بر جوراب مس کردید انشاءالله که اشکالی رو نخواهد داشت. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا زندگی و نکاح با اهل کتاب جایز است یا نه؟ گفتن در روسیه هستیم و زنها هم در عرف بدون چادر یا بدون این سرشون برهنه است. این از نظر شرعی ازدواج کردن با زنان مؤمنه این در اولویت هست، با زن مؤمنه و پاکدامن این در اولویت هست و اگر کسی بنابر نیازی یا بنابر مصلحتی با زن کتابیه یعنی اهل کتاب یهود و نصارا که واقعا پایبند دین یهودیت یا مسیحیت باشد، این رو الله متعال باز هم حلال و جایز قرار داده. این هم ازدواج با اهل کتاب جایز هست و هم خوردن ذبیحه اونا از نظر شرعی جایز هست و اشکالی نداره. و این که پایبند در واقع فرض کنیم حجاب نباشند این اشکالی در ازدواج به وجود نمیاد. اصل ازدواج و زندگی کردن با اونا از نظر شرعی جایز هست، اما عرض کردم که در صورتی که زن مسلمانی باشد این اولاتر و بهتر است. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اصولا پیرو مذهب حنفی هستم و در مساجد هم طبق اون عمل میکنم، ولی خب به احادیث دیگه هم در صورت امکان عمل میکنم مثل رفع یدین به صورت خصوصی. در مورد بحث تقلید یعنی بسیار از علما نوشتن که فرد عامی مذهب ندارد، یعنی فردی که عامی هست و قابل یعنی صلاحیت تشخیص رو نداره، نمیدونه که کدوم مذهب قوی تر است و کدوم مذهب مثلا در فلان مسئله دلیلش کدوم هست، این در واقع نمیتونه تشخیص بده. وقتی که در یک مسئله فقهی نمیتواند که ترجیح بدهد کدام مسئله مثلا قوی تر هست و با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر هست، چون این فردی چگونه میتواند که در میان مذاهب ترجیح بدهد که فلان مذهب از فلان مذهب مثلا برتر و اولاتر هست. اگر کسی بگوید که من پایبند فقه حنفی هستند و از علمای احناف فتوا بگیرد و بر آن عمل بکند هیچ گونه اشکال ندارد. از شوافع فتوا بگیرد، یک فرد شافعی بر مذهب شافعی عمل بکند، حنبلی مالکی عمل بکند، هیچ گونه اشکال ندارد. به اتفاق تمام علما عمل کردن بر هر کدام از این چهار مذهب از نظر شرعی جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما اگر یک فردی فرض کنیم که یک فرد عامی از یک عالمی که خلاف مذهب
مذهب خودش بود یک مسئله شرعی رو پرسید و آن عالم بر اساس دید خودش، بر اساس تحقیق خودش به اون یک جوابی رو داد، از نظر شرعی وقتی که اون فرد مخلد عمل بکند بر این، هیچ گونه گناهی برگردن اون نیست، زیرا که فرد که علوم دینی نمیداند و حکم شرعی رو نمیداند، حکم شرعی برای این فرد و وظیفه شرعیش این است که به علما رجوع بکند. الان به هر یک از علما بود، لازم نیست که حتما الا بالله به علمای مذهب خودش در واقع رجوع بکند. به هر عالمی که شما رجوع کردید و به شما فتوایی داد، بر اساس قول اون عالم شما می توانید که حکم شرعی خودتون رو انجام بدهید. و بسیاری از علمای احناف هم هستند که در بسیاری از مسائل، والا این که حنفی هستند از دایره حنفیت خارج نرفتن، اما در بسیاری از مسائل نظر مخالفی رو دارن. حتی شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو یوسف، امام محمد رحمت الله علیه، در بسیاری از مسائل حتی در 2/3 مذهب برخلاف نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو داشتن. اگر یک عالمی بر اساس یک حدیث صحیح به شما فتوا داد، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، شما بر اون عمل بکنید. در مورد رفع یدین، حتی استاد ما جناب مولانا محمد یوسف حسین پور حفظه الله در درس صحیح بخاری وقتی که روایات رفع یدین می اومد، ایشون می‌فرمودند که ولو این که در مذهب احناف راجح این است که شما رفع یدین نکنید، اما چون که در حدیث اومده، گاهی بر این حدیث انسان باید عمل بکند و این به این معنی نیست که شما برخلاف مذهب عمل کردید، زیرا که اساس مذهب امام ابو حنیفه و مذاهب دیگر عمل کردن بر قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر شما بر اساس یک حدیث صحیح عمل کردید، یعنی این که بر مقتضای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل کردید. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد آیه از قرآن خواستن که تفسیرش رو بدونن و اون آیه سوره بقره آیه 62 می باشد. در این آیه الله متعال می‌فرماید که ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در این آیه الله متعال اشاره به این میکند که کسانی که ایمان آوردند، ان الذين آمنوا یعنی کسانی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند، والذین هادوا و کسانی که یهودی هستند، و النصارى و آن کسانی که مسیحی هستند، پیرو حضرت عیسی علیه السلام هستند، و الصابئین و کسانی که صابئی هستند. در من تفسیر صابئین مثلا اقوال مختلفی وجود داره، یعنی ادیانی که غیر از این ادیان باشند، کسی که دین دیگری را دارند. هر کسی از اینها که ایمان بیاورد به الله و روز آخرت، یعنی ایمان بیاورد به دین اسلام، من آمن بالله و الیوم الاخر، ایمان بیاورد به الله و روز قیامت بر اساس آخرین فرستاده الله متعال که رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. الله متعال میفرماید که ایمان بیاورد به الله و روز آخرت و عمل صالح انجام بدهد، فلهم اجرهم عند ربهم، پاداش اینها نزد پروردگارشون محفوظ هست، ولا خوف علیهم، در گذشته بر آینده خودشون بیمی هم نخواهند داشت، ولا هم یحزنون، بر گذشته خودشون هم غم و اندوهی را نخواهند داشت. یعنی این که تمام ادیانی که امروزه وجود دارند بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلف هستند که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورند و بر اساس شریعت ایشون در واقع عمل بکنند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که مهندس ساختمان هستن و برای اهل تشیع مسجد ساختن، این کار رو انجام دادن و در مقابلش حق الزحمه گرفتن، آیا مشکلی دارد یا نه؟ نه، از نظر شهری اشکال ندارد. کسی که مساجدی رو بسازد برای اهل تشیع، که مسجدی که اهل تشیع ولو این که بدعت ها و خرافات و شرکیاتی دارند، اما نماز رو به خاطر الله متعال میخونند، گرچه نمازشون و عباداتشون از نظر دیدگاه فقه اسلامی و فقه اهل سنت و الجماعت شاید که اشکال داشته باشه، اما ساختن مسجد، کسی که مسجدی میسازد و در این مقابل مزد و پاداشی رو دریافت میکند، از نظر شرعی این کسبش و درآمدش حلال هست و اشکال شرعی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که تماسشون هم قطع شد گفتن که سوالشون در مورد زعفران بود که به صورت سلف میگیرن، چون که گفتن پول دستشون نیست این کارو میکنن، از نظر شرعی چه حکمی دارن؟
گرچه سوالیشون کامل نبود، اگر منظورش این است که زعفران را به صورت نسیه میخرند، به طور مثال شما الان پول ندارید برای خرید زعفران، میروید پیش کسی که صاحب مزرعه هست و کشاورزی که زعفران خودش رو برداشت کرده، شما به جای این که از اون نقد بگیرید نسیه میخرید با یک قیمت دیگری. این از نظر شرعی اشکال ندارد اگر سوالشون در این حد هست. اما اگر صورت دیگری در این معامله هست که شرایطش رو و کیفیتش رو باید توضیح بدن تا اینکه جواب دقیق تری خدمتشون عرض بکنه. درست. جزاکم الله خیر. کار آرایشگاه آیا گناه دارد یا نه و آیا پولش را صدقه بدهند قبول میشه یا نه؟ از نظر شرعی آرایشی که در حد مجاز هست اشکال شرعی ندارد و جایز هست که زن چنین شغلی رو داشته باشه. به طور مثال اگر که در حد مثلا کوتاه کردن موی یک خانمی هست یا موارد دیگر، فقط مواردی که از نظر شرعی یعنی نهی شده گرفتن ابرو هست که از نظر شرعی این عمل درست نیست. اما درآمدی که یک فرد آرایشگر داره، عرض کردم که اولاتر و بهترین است که انسان یک شغلی رو داشته باشد که هیچ گونه ممانعت شرعی نداشته باشد، یعنی مجبور نشود که به خاطر کسب رزق و روزی یک کار حرامی رو انجام بدهد که مورد لعن و نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیرد. اما بالفرض اگر یک فردی کسب و درآمدی رو داشته باشه که از نظر شرعی شاید کراهتی رو اون شغل داشته باشه، اما صدقه دادن وقتی که صدقه میدهد از آن یا بر این که اهل اولاد خودش خرج مخارجی رو مخارج خانوادهش رو تأمین میکند، این از نظر شرعی ان شاء الله که اشکال ندارد. گرچه عرض کردم اولویت این است که انسان باید سعی بکند حتی کراهت هم نداشته باشد، یه مواردی که شما رزقی رو که دریافت میکنید از شبهات در واقع دور باشه و هیچ گونه دغدغه‌ای رو شما در این زمینه نداشته باشید. 100% مطمئن باشید که حلال هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که حلال مشخص هست و حرام مشخص هست و در میان اینها امور متشابهی هست که زیاد مطمئن نیستید که آیا حرام قطعی هست یا اینکه حلال هست. این گونه موارد رو انسان اجتناب بکنند، این سبب میگردد که دین انسان و دیانت انسان یک دیانت کاملتر و بهتری باشد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفتن که کسی که کار مرده‌شویی انجام میدهد آیا حق دارن که به او پول بدهن و آیا باید مردم به او پول بدن یا نه؟ اصل بر این است که در واقع غسل دادن میت یک کار خیری هست و یکی از حقوق مسلمانان هست که کسانی که زنده هستند تشییع جنازهش بکنند، کفن و دفنش بکنند و نماز جنازه بر اون بخوانند. این جزء حقوق مسلمانان. اصل بر این هست که شستن مرده یک نوع احسان هست به مرده که اولاتر و بهتر هست که در این زمینه کسی در واقع مزد و حق و زحمه رو دریافت نکنند. اما اگر در یک جایی اتفاق افتاد که کسی نیست که این کار رو انجام بدهد و کسی هم که این کار رو انجام میدهد و یک مزدی رو طلب میکند، از نظر شرعی جایز هست که چون این مزدی رو بگیرد و بقیه افراد میتونند که این مزد رو و حق و زحمه رو به اون بدهند. یعنی حرام نیست، اما اولاتر و بهتر هست که کسی که این کار رو انجام میدهد این رو برای الله انجام بدهد. یک نوع احسان هست و اگر در مقابل یک چیزی رو بهش هدیه دادن قبول بکند. اما اینکه نرخ بگذارد، این از نظر شرعی در واقع یک مقدار اشکال داره، زیرا که این اصل خود کار یک کاری عبادی هست، یک نوع تقرب به الله متعال هست و پرداخت حقوق مسلمانان هست. اما اگر به شما یک مزدی رو دادند هیچ گونه اشکال نداره، اما این که نرخی رو تعیین بکنید این خلاف اولا هست. سوال بعدی بیننده این است که آیا شخصی میتواند دو خواهر را یکی به عقد خود و دیگری را به عقد پسر خود در بیاورد و فرزندان این دو چه کاره هم دیگر بشه؟ از نظر شرعی جایز هست که یعنی دو نفر یعنی پدر و پسر می توانند که باجناق هم باشند، یعنی دو تا خواهر رو از ازدواج بکنند. این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست، زیرا که خواهر خانم به طور مثال یک پدری رفته یک جای زنی رو گرفته، خواهر زن پدرش از نظر شرعی با اون محرم نیست. از نظر شرعی با اون محرم نیست، جایز نیست که یک جا بنشینند یا همدیگر رو ببینند یا اینکه سر و صورتش در واقع در
حضور یکدیگر نمایان باشه، یعنی کاملا نامحرم هستند. وقتی کاملا نامحرم هستند دیگه با هم دیگر می توانند که ازدواج بکنند، یعنی پدر و پسر می توانند که با جناق هم قرار بگیرند و دو تا خواهر را در یک زمان ازدواج بکنند، اشکال نداره. اما فرزندانشون به خاطر نسبتی که با هم دیگر دارند نمیتونند که با هم دیگر ازدواج بکنند. درست. جزاکم الله خیر. اگر یک شخص در نماز به رکوع رسید، آیا اون رکعت کامل رو دریافت کرده است و آیا باید سبحان الله اینو بگوید یا فقط رکوع رسیدن کافی؟ بله، هر کسی که رکوع یک رکعتی رو دریافت کرد به این معنی هست که به اون رکعت رسیده. هر کسی که یک رکعت از نماز رو دریافت کرد به نماز رسیده و هر کسی که رکوع یک رکعت رو دریافت کرد به اون رکعت در واقع رسیده. و معیارش این است که شما و امامتون در یک زمان در حالت رکوع باشید، یعنی این گونه نباشد که شما راست ایستاده بودید هنوز به رکوع نرفته بودید که امام گفت سمی الله لمن حمده، در این صورت شما به رکوع نرسیدید. اما زمانی که امام در رکوع هست و شما وقتی که به رکوع رفتید، یعنی فوراً وقتی که شما خم شدید امام گفت سمی الله لمن حمده، در این صورت شما به رکوع رسیدید. و بسیاری از علما یک مرتبه سبحان ربی العظیم رو گفتن، این رو معیار قرار دادن، گرچه معیار دقیقی نیست اما به خاطر احتیاط درست هست که اگر یک رکعت، یعنی شما یک مرتبه به رسیده باشید بگید سبحان ربی العظیم، در واقع شما به رکوع رسیدید. و مجرد این که شما و امامتون در آن واحد هر دو تا در رکوع بودید این هم کفایت میکند و شما به اون رکعت در واقع رسیدید. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان دوباره خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان از زیر رو زیرنویس بکنن و بازم بینندگان سوالاتون آماده باشه و بعد تماس بگیریم. بیننده بعدی گفتن که بین یک نماز فرض و سنت باید چقدر وقفه باشه، فاصله باشه؟ اصل بر این است که در میان نماز فرض و نماز سنت وقفه باشه، این به صورت یک اصله. و اصل بر این هست که این حتما در میان نماز سنت و در میان نماز فرض یک نوع فاصله باشه، چه این فاصله زمانی باشه یا فاصله باشه که یعنی عملی باشه که یک عملی رو در میان این دو نماز انجام بدهید. در این زمین روایتی هست از حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم هست، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر کردند، یعنی دستور دادند رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله توصل صلاة بصلاة حتی نتکلم او نخرج. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که یک نماز را با نماز دیگر وصل نکنین مگر اینکه در این میان صحبتی رو انجام بدهیم یا اینکه خارج بشویم، مگر اینکه صحبتی رو انجام بدهیم یا اینکه خارج بشویم. یعنی اینکه بعد از نماز فرض که شما انجام دادید بلا فاصله بلند بشوید و نماز سنت رو بخوانید، این برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. رسول الله دستور میدادند که حتما در میان نماز فرض و نماز سنت شما فاصله باشد. این فاصله یا به خاطر یعنی به صورت صحبت کردن باشه که با بغل دستیتون صحبت بکنید، یا اینکه جای خودتون رو تکان بدید. در روایتی دیگر اومده در سنن ابو داود هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند امام در جایی که نماز میخواند دوباره نماز سنت رو در اونجا نخواند بلکه باید تغییر مکان بدهد. این جزء سنت هایی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و امر کردند ایشون. و گذشته از این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این هست که سنت را باید در منزل بخوانند. یعنی خود این که انسان در مسجد نماز سنت میخوانند این خلاف اولا هست. اصل بر این است که نماز فرض رو با جماعت در مسجد بخونند و نماز سنت رو بروند در منزل بخونند. وقتی که در منزل بخونند اگر بر این سنت عمل بکنند، یعنی خواندن نماز نفل و نماز سنت در منزل، وقتی که بر این سنت عمل بشود قطعا در میان نماز فرض و نماز سنت در واقع یک فاصله خواهد افتاد. و اذکاری که در این زمینه هست، سوال این بیننده می بود که آیا میتوان اول اذکار رو بخونند یا اینکه سنت رو بخونند؟ اذکاری که در این زمینه اومده در روایت اومده دوباره کل صلات یا معقبات که بلا فاصله پشت سر نماز خونده میشوند. و همچنین روایت حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر کردند که نماز رو با نماز وصل نکنیم مگر اینکه صحبت بکنیم. چه بهتر که این صحبتمون اذکاری باشند و اورادی باشند که بعد از نماز در واقع خونده باشند. بسیار از مردم تا امام هنوز سلام نداده بلند میشوند و مشغول میشوند به سنت خوندن. این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اولا از این جنبه که
که رسول الله امر کردند که در میان نماز فرض و نماز سنت شما باید فاصله باشد، چه به صورت صحبت کردن باشه یا به صورت تغییر مکان باشد یا به صورت این که از مسجد بروید و در خانه نماز بخونید. این هم سنت است. اما اگر کسی در مسجد نماز خوند مطمئن بود اگر برود به منزل کار دیگری پیش میاد و نمیتونه سنت رو بخونه، در مسجد بخوند، مانتا صبر بکند، اول اذکار و اورادی که هستند اینها رو بخواند، یا اینکه اگر اذکار و اوراد رو هم نمیخواند حداقلش این است که با بغل داشتی سلام علیک بکند یا یه مقدار صبر بکند، جای خودش رو تغییر بدهد و بعد از آن سنت رو بخواند که این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و این که بعضی از علما گفتند که یعنی توجیه است که بعضی از فقها گفتند که اولاتر هست که ما زودتر سنت رو انجام بدیم. این هیچ گونه دلیل شرعی نداره بلکه مخالف با دلیل شرعی است. دلیل شرعی در این زمینه با صراحتا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما بین نماز فرض و نماز سنت خودتون فاصله بیاندازید با صحبت کردن یا با تغییر مکان یا با رفتن به خانه. این که بلا فاصله بعد از نماز شما به نماز فرض شما سنت رو شروع بکنید این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و این قول برخی از علما که گفتند که بلافاصله نماز بخوانید هیچ گونه توجیه شرعی ندارد و حرف معتبری نیست. جزاکم الله خیر. تماسای بینندگان وصله و اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، سوال شرعیتون لطفا. سلام علیکم. من شما یک قسمت سوال ما درست نگرفته. بفرمایید. ما گفتم که فقط در ذهن و در خیال ما همین تفکر در ذهن خیال ما میامد که ما گویا در خانه دکترم رفتیم و به اون میگم که اگر شما طلاق دخترتون رو میخواهید میتون. این در ذهن ما آمد عبارتی که ما را از شورای چرسید یعنی لفظ تنفس کردم. پیش از او این الفاظ در ذهن من تو خطور کرد، یعنی این لفظ دیگه که مرا شروع کرده این در زبان ما آمد اما اراده چی نداشتم، یعنی اون تفکر من ناشی شد که یک لفظ از زبان ما براید. خب ما هم همین قضیه رو مطرح کردیم. عرض کردم که بیننده عزیز ولو این که شما در زبان خودتون با زبان گفته باشید که من این آش شما رو نخواستم، این شوربای شما رو نخواستم گذاشتم، یا حتی این که شما در تصور خودتون داشتید با پدر خانومتون جر و بحث میکردید، سر زبان شما اومد که بالفرض شما میرید پیش پدر خانومتون و به اون میگید که دختر طلاقه. اگر همین جمله رو هم بر زبان آوردید تا زمانی که به خودش نگفتید و در واقع با این نیت این حرف رو تکرار نکردید طلاق واقع نمی شود. تشکر مولانا. سلام. تشکر میکنم. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، صدای شما وصله. تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. استاد گرامی سوال داشتم که ادامه بدین از طریق گوشی تلفن. سوال داشتم که آداب تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید من هستم، چرا یک بار از قول امامای ما یک سوال ازتون میپرسن جواب نمیدید؟ خب اینجا برنامه اهل سنته، چطور مثلا از قول امامای شما جواب بدیم؟ در چه زمینه‌ای باشه یعنی امامای ما هیچ موقع حرف درست نزدن که شما جواب بگید نزدن شما؟ والا شما کتابای فقه خودتون هم بخونید، کلا روایت ها و چیزایی که استدلال میکنن است که اهل سنت و از فقه اهل سنت گرفته شده. ما چطور بیایم از اونها مراجعه بکنیم، یعنی به اونها. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید قربان. من این سوالی داشتم، بعضی از برادران اهل تسامح ما در مذهب حنفی اینا صبح که مسجد من با نماز فرض نماز فرض شروع امام داره میخونن،
اینا میان نماز سنت میخونن. من از دیروز بودشم صحبت کردم، گفتم خب چرا نماز سنت میخونی؟ خب فرض شروع شده. گفت که نمیدونم. گفتم تو میدونی چه عظمت که از دادی؟ یه خود تو خیارم من فکر کنم، حالا من نمیدونم شاید ملاهاشون بهشون میگن که مثلا شما حتما باید نماز سنت بخونید تا که فرضم شروع شده و بعید میدونن که خانده یا ملاه خودمونی حرفا بزنن. اینو میخواستم که توضیح بدین استاد. و از جناب مولانا عبدالقدوس یک تقاضای هم دارم، برای من دعا خیر بکنن که خداوند ما رو در دنیا و آخرت عاقبت بخیر بکنن. خیلی ازشون ممنونم، متشکرم. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. ببخشید ما یا مشکل زنگ زدیم، یا مشکل رخ داد و یک دوست داریم که مثال شیعه حال تشنن است. کل چیزش درست، فقط یک سوال دارم میکنم. وقتی که ما در کجای قرآن 20 مدت بسته یا بسواز نماز بخونیم؟ در کجای قرآن؟ ایده بر ما یک سوال. جان؟ در کجای قرآن آمده؟ دیگه در کجای قرآن یا در متصارم دست بسته بخونه یا بسواز بخونه؟ در کدام با کدام ثبوت؟ یا ما چی باور رسول الله بسواز نماز خونیم؟ خب ایشون یعنی قرآنی هستن یا اهل تشیع هستن؟ اهل تشیع هستن. درست. فقط سوالش همین جواب دستور. خود در قرآن بگو نیومده دست بازم نماز بخونه. تصمیم گرفتم فقط یک سوال من در بیان یک سوال بند است، یک سوال من بعد از این خیر انشالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما است. یک دو سال داشتم اگر اجازه. سال اولتون؟ بفرمایید سال اولتون؟ دارن تماسشون قطع شد. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. بخشش با استاد میتونیم و بعد از برنامه کم صحبت کنیم؟ هستین انشالله؟ انشالله بعد از برنامه تماس بگیرین، در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، سوال شهریتون لطفا. من به خاطر مسافرت خانم سوال میکنم. بفرمایید. اگه یک خانم مسافرت میکنه مثلا تا لندن است که 1 ساعت در طیاره میتونیم بریم، اجازه است که بدون محرم شرعی بریم یا نه؟ و چه اندازه اجازه است که آدم بره؟ درست. مسافرت. تشکر بسیار زیاد از پروگرامتون. سلامت باش. خداحافظ. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. علمای ما تو منطقه فتوا دادن. بله. بفرمایید ادامه بدین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. استاد محترم، این برادر ما که زنگ زده بود به خاطر این مسئله طلاق و شروای این نمیگپا. بله. برای زمین استاد یک توصیه کنن که می برادر ما تقریبا از 1 ماه میشه که می سوال گاهی در شبکه کلمه میکنه، گاهی در شبکه نور، گاهی در شبکه اینا وصال حق اینا چندین بار سوال کرده. امیر یک توصیه کنه که از می استرس خلاص شه، اینا به خلم کدام استرس دارن. بله بس فاس دارن یعنی. و سوال دیگه از استاد دارم که مثلا کسانی که فوت میشن مثلا توبه کردن یا نکردن بر از گناه رفتن های مسلمانان یک بار یعنی به دوزخ میرن باز دوباره کشیده میشن یا نه کسانی که توبه کردن گناهشون بخشیده میشه و راسن به جنت میرن؟ درست. این امیر از استاد میخواستم. خداحافظ. تشکر. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. یک سوال داشتم.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. دوباره زنگ زدم. بفرمایید. مثلا در شهر روسیه کار میکنم و در جایی که مغازین هایی که کار میکنن مثلا چیز را برداشته رو مثلا گوشت خوب رو بار کردن و فراوردن و جایی دست در این خیلی جا کار کردن. درست. مثلا خمر رو همیشه کار کردن موز. و سوال دیگر زرگوشت یعنی حمل میکنن، درسته؟ یعنی گوشت خوک حمل میکنن، خمر رو حمل میکنن دیگه. بله برداشته مثلا بار میکنن در ماشین میفرارن، در عوضشون پول میگیرن مثلا. درست. سوال بعدیتون؟ حلال است حرام است؟ سوال دیگه زرگوشت پیامبر بود یا که این روزا بزن علو پرست است مثلا آتش پرست. درست. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما. سلام. خود میخوام یه سوالی داشتم خدمتتون. بفرمایید. من به دلیل مسئولیت کاری کارم انتقال دادم به یه کار شیرنشین. خب خودم اهل تسننم. الان آیا نماز جمعه که من اینجا مسجد تسنن اینجا وجود نداره، آیا من چطوری باید نماز جمعه به جا بیارم؟ درست. خیلی ممنون، تشکر. خدا نگهدار شما. آخرین تماس بیننده رو باز کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. عباس هستم، ایران تماس گرفتم. بفرمایید. ببخشید من میتونم با مولانا دو دقیقه صحبت کنم؟ امکانش هست؟ انشالله بعد از برنامه تماس بگیرین، در خدمتتون هستم. خب میدونم، خواستم الان یه سوال بپرسم بعد برنامه تماس بگیرم اگه امکانش هست. خیر انشالله. سوالتون الان بپرسین. خواستم اولا بگم که من یه واقعیتی میگم، من تمام برنامه‌های مولانا رو من ضبط میکنم. خب بله. و نمیدونم حالا که الله داره به دل من یه جورایی کمک کنه، این یه جورایی آرامش بهم دست میده. یه واقعیتی میگم، چون نمیدونم این واقعیت رو دارم از دلم میگم. بله. و اصلا موحد شدنم باعث دیدن برنامه مولانا. این که من یه قضیه خواستم یه صحبت کنم با شده در مورد زندگی خودم. خواستم یه جورایی توی یه سری شرایط گیر کردم، خواستم من صحبت کنم و نیاز، واقعا نیاز مبرم دارم که باشون صحبت کنم و این مشکلی که من دارم و باشون صحبت کنم و با آرامشی که واقعا محمده صحبت کنه که بهم بگه انشالله من بتونم یه تصمیم جدی بگیرم. خیر انشالله. یه سوال دیگه هم بکنم، خواستم بگم که الان ماه محرمه و الان اکثرا مرکب که میگن یه چیزایی زدن و قهوه میدن به اسم نیت به نیت امام حسین. مثلا من یکی دو بار رفتم باید صحبت کردم، گفت که نخوریم و حرام هست. آیا انصاری کنم گفتم، ولی بعضی اوقات من رد میشم، بچه ها میمونن میخورم. مثلا امروز من خوردم و بهش گفتم عجرت با الله، این جورایی ناراحت شد. درست. من خواستم اینم اگه من بمونم از این قهوه یا از این نظوراتی که میدن استفاده کنم، آیا حرامه؟ آیا حرام نیست؟ خیلی دارم سوال بوده و خواستم اینم بعد از برنامه چقدر بعدش من زنگ بدم با مولانا صحبت. انشالله بعد برنامه میتونین تماس بگیرین و با مولانا صحبت بکنین. تشکر میکنم. بعدش زنگ بزنم معذرت. بلا فاصله بهتره، هر چیز زودتر بهتره. درسته؟ یا 5 دقیقه باشه. یه 5 دقیقه بعد از برنامه انشالله. باشه دستون در نکنه. تشکر میکنم از شما.
بندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. ورد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آلود باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. گذشته من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بسؤالي جئت
فهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که در مورد کتابی سوال کردن، کتابی نام عقیده مذهب حنفی و علمای دیوبند. گفتن که این چطور کتابی است؟ این کتاب را که ایشون اسم بردن، من خود این کتاب را ندیدم که چه کتابی هستند، اما احتمال میدم کتابی باشند که منسوب هست که عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست یا عقیده علمای دیوبند هست که نویسندهش مولانا سهارنپوری هست، خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه. اگر منظورشون این کتاب باشند المحند علی المفند که به نام عقیده اهل سنت و الجماعت ترجمه شده، این عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. این برخی از مسائلی هستند که احیانا مسائل فقهی شاید باشند و معاصرین، یعنی در زمان مولانا خلیل احمد سهارنپوری و ایشون نظر شخصی خودشون رو گفتن، شاید با تعدادی از استادای خودشون یا همکاران خودشون در مدرسه دارالعلوم دیوبند، و این به هیچ عنوان عقیده اهل سنت و الجماعت، یعنی تمام عقیده اهل سنت و الجماعت یا عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و عقیده مذهب حنفی نیست. این کتابی هست که تازه نوشته شده و در این کتاب مباحث اعتقادی کامل نوشته نشده، یعنی در مورد مسائل اعتقادی، ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبران، ایمان به تقدیر، ایمان به روز قیامت، هیچ مسئله از این مسائل اصلی ایمان در این کتاب ذکر نشده، بلکه یک سری سوالاتی هستند که خیلی مختصر هستند و جوابشون هم جواب دقیقی نیست. در برخی از موارد با عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، با عقیده امام ابو یوسف و امام محمد رحمت الله علیه در تعارض شدید و مستقیم قرار دارند. اگر منظورشون این هست، به هیچ عنوان اینو نمیشه گفت که عقیده مذهب حنفی است و اساسا این کتاب عقیده نیست، یعنی یک سری مسائل بسیار جزئی، شاید حدود 10-15 یا حدود 20 مسئله باشند که جزء مسائل عقیدتی گرچه میشد بسیار از اونها حساب کرد، اما این کتاب رو به عنوان کتاب عقیده که تمام مسائل عقیده رو بررسی کرده باشه چنین نیست و یک سری سوالات خاصی هستند و احیانا برخلاف مذهب امام ابو حنیفه و عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانش هستند. اگر میخواهید که عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو بدونید، خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چندین کتاب دارن در باب عقیده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اولین کسی هستند تا جایی که من اطلاع دارم یا جزو اولین کسانی هستند که در باب عقیده کتاب نوشتند، خودشون عقیده خودشون رو نوشتند و معروف ترین کتاب حتی که در مدارس اهل سنت و مدارس احناف تدریس می شود کتاب الفقه الاکبر هست که عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست و در خود کتاب فقه اکبر مواردی هست که برخلاف اون چیزی هست که در کتاب مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله ذکر شده. غیر از این ایشون کتاب دیگری دارند به نام الفقه الاوسط یا ابسط دارند و همچنین رساله دیگری رو دارند در این زمینه که به عنوان یک رساله عقیدتی مطرح است که به یک از شاگردانش نوشتن. غیر از این یک ابتکاری رو که علمای احناف دارند و یک شاهکاری رو که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست، عقیده طحاویه هست. امام طحاوی رحمت الله علیه عقیده رو که نوشتن به نام عقیده طحاویه که در ابتدای این کتاب تصریح کردند که این عقیده امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد هست و در این کتاب عقیده این بزرگواران رو نوشتن. و این کتابی که شما گفتید که عقیده احناف یا علمای دیوبند هست، این عقیده با این عقیده‌ای که امام طحاوی رحمت الله علیه نوشتن متضاد هست و بهترین شرح این کتاب کتاب عقیده طحاوی شرح ابوالعز
حنفی هست. یکی از قوی ترین شرح هایی است که بر این کتاب در واقع نوشته شده. اگر میخواهید که به عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برسید و معتقد باشید به اون چیزهایی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معتقد بودن، مراجعه بکنید به کتاب العقیده الطحاویه که امام طحاوی رحمت الله علیه نوشته که در مذهب حنفی یکی از محدثین معروف و به نام هست، و همچنین کتاب خود شخص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که کتاب الفقه الاکبر هست و بقیه کتابایی که از ائمه و بزرگواران اهل سنت و الجماعت و خصوصا احناف یا غیر احناف نوشته شده. اما کتابهایی که معاصر نوشته شده مخالف با عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است به عنوان عقیده اشعری یا به عنوان عقیده ماتوریدی، اینو به هیچ عنوان نمیتوانیم که به امام ابو حنیفه یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مجمعین نسبت بدهیم. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در ماه محرم آیا به جز روز نهم و دهم یا تاسوعا و عاشورا روزه دیگری هم وجود داره یا نه؟ به صورت کلی از رسول الله صلی الله علیه وسلم تشویق و ترغیب آمده برای روزه گرفتن تمام روزهای ماه محرم. در این زمینه روایتی هست در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که افضل الصیام بعد شهر الله المحرم، که بهترین روزه و برترین روزه بعد از ماه الله که همون ماه رمضان هست، بعد از روزه ماه مبارک رمضان برترین روزه ماه محرم هست. اما از نظر عملی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده که تمام این ماه رو روزه گرفته باشد. از نظر قولی ایشون تشویق کردند، ترغیب کردند که بهترین روزه بعد از رمضان روزه ماه محرم هست، اما ثابت نشده که ایشون کل روزه ماه مبارک محرم رو در واقع روزه گرفته باشند. و در این زمینه فقط چیزی که ثابت شده روزه نهم در واقع این ماه هست و روزه دهم، که روزه دهم که به صورت کامل ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم. روایت صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند در مورد روزه گرفتن روز عاشورا، روز دهم ماه محرم، فرمودند که من امیدوار هستم که روزه این یک روز کفاره گناهان یک سال بشود. روزه گرفتن روز عاشورا مساوی هست با کفاره شدن تمام گناهان یک سال کامل. و در روایت دیگر هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که در آخرین سال عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که ایشون دهم را روزه گرفتن، روز عاشورا را روزه گرفتن و فرمودند که ان شاء الله اگر سال دیگر من زنده بودم نهم و دهم را روزه میگیرم. فرمودند اگر سال دیگر من زنده باشم روز نهم و دهم را من روزه میگیرم. و اما عملا ایشون روز دهم را روزه گرفتن. سنت هست به خاطر این حدیث که شما روز نهم و دهم را یا دهم و یازدهم را روزه بگیرید. اما اگر نتوانستید که دو تا روز را روزه بگیرید، اون چیزی که ثابت هست و عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه گرفتن و فضیلت خاصی رو بیان کردن، روزه دهم عاشورا هست، روز دهم ماه محرم که در واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که کفاره یک سال گناهان ان شاء الله خواهد بود. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد روش درست و سنت طلاق دادن گفتن که به چه صورت است؟ طلاقی که این روشی که در شریعت اسلامی تدوین شده و به عنوان طلاق سنی مطرح است، این طلاقی که بر اساس سنت رسول الله و دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، این است که ابتدا یک طلاق بیشتر داده نشود. یعنی وقتی که مرد زنش را طلاق میدهد فقط یک طلاق بدهد. یعنی این درست نیست، خلاف سنت و خلاف دستور هست که 3 طلاق را 30 طلاق و 100 طلاق را یک جا واقع کردن. و کسانی هم که برخلاف سنت عمل بکنند قطعا پشیمان خواهند بود و برای خودشون هیچ راهی رو در واقع باقی نمیگذارن. یک فردی اومد پیش عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که من زنش را طلاق داده بود، خیلی طلاق زیادی رو داده بود و اومده بود پیش حضرت عبدالله ابن عباس که برای من راه پیدا بکن. ایشون فرمودند که شما خلاف سنت عمل کردید و هر چی طلاق اختیاری رو داشتی یک جا این طلاق را واقع کردی، الان اومدی میگی ابن عباس برای من راه پیدا بکن. راه سنت، روش سنت این است که اول یک طلاق باید بدهید، برای این که این طلاق شما یک طلاق واقعی باشه، از روی عقل باشه، از روی درایت باشه و از روی مجبوری باشه و به عنوان آخرین راه حل باشه. در این زمینه هم مواردی هست جز سنت هست که طلاق باید در حالت طهر واقع بشود،
در طهری و پاکی که در آن طهر زن و شوهر با همدیگر همبستری نکردند و قبل از آن هم همبستری نکرده باشند. یعنی در حیض قبل از آن که از نظر شرعی باز هم همبستری حرام هست، اما باز هم این با حرام هم با همدیگر همبستری نکرده باشند. یعنی نه در این طهر و نه قبل از این طهر همبستری نکرده باشند که در این زمان چگونه هست. یعنی این که زن و شوهر از نظر جنسی به همدیگر خیلی نیاز شدیدی رو دارند. اگر یک فردی بیاد با وجود این که نیاز جنسی دارد بازم زنش را طلاق بدهند، معلوم میشود که مشکلش یک مشکل در واقع جدی هست. فقط در حالت طهر طلاق بدهد، طهری که در آن نزدیکی نکرده باشد، و فقط یک طلاق بدهد در این یک طهر، در طهر طلاق بیشتری رو ندهد و صبر بکند. اگر طلاق دیگری رو میدهد بعد از یک ماه دیگر و این بعد از در طهر دیگر این طلاق رو در واقع صادر بکند. راهش این است وقتی که زن و شوهر زنش رو یک طلاق میدهد دیگه طلاق ندهد، بگذارد تا اینکه عدتش بگذارد. تا 3 ماه شوهر حق رجوع دارد. این وقتی که یک طلاقی رو داد میتونه تا 3 ماه صبر بکنه و بعد از 3 ماه مثلا بگه، یعنی 3 عادت ماهیانه یا 3 ماه بعد بگه که نه من پشیمان هستم دوباره میخوام زندگی بکنم، یا اهلا و سهلا بیا با زن زندگی بکن. بعد از 1 ماه، بعد از 2 ماه، بعد از 3 ماه تصمیم گرفتن دوباره با هم دیگر زندگی بکنن، هیچ مانعی وجود نداره. شوهر میاد پیش زنش و با هم دیگر زندگی زناشوییشون رو ادامه میدن. و بالفرض هم یک طلاقی رو داد و 3 ماه بیشتر گذشت، یعنی 3 طهر یا 3 حیض در واقع گذشت، یا همون 3 ماه گذشت، بعد از 3 ماه یعنی در ماه 4م 5م پشیمان شدن، باز هم راه داره که با هم دیگر بازگردن، میرن دوباره با هم دیگر یک عقد جدید میبندن، دوباره زن و شوهر هم دیگر هستن. اما اگر 3 طلاق رو یک جا صادر کردی بنابر رأی جمهور اهل سنت و الجماعت دیگه، یعنی تمام راههای جلوی خودت بستی و اگر پشیمان هم شدی دیگه هیچ راه حلی باقی نمیمونه. جزاکم الله خیر. چه وقت کنیز و برده در اسلام منع شده؟ آیا منع شده یا نه؟ کنیز و بردهداری در اسلام یک حکمی نیست که اسلام اینو آورده باشه. یک حکمی است که قبل از اسلام در زمان جاهلیت بوده و در تمامی مواردی که در به عنوان کفاره ما داریم و به اضافه روایات بسیار زیادی که ترغیب و تشویق شده برای آزاد کردن بردگان، احکام شرعی و فقهی اسلامی فقط در راستای این هست که در واقع کنیز و برده‌ای رو وجود نداشته باشه، یا این که اگر هست حقوقی رو برای اونها در واقع شریعت اسلامی مشخص کرده، به هر مناسبتی دستور داده که شما برای کفاره گناه شما این است که به طور مثال کنیز یا برده‌ای رو آزاد کرده باشید و غیر از این. برای آزاد کردن کنیز و برده ها رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث متعددی فضایل بسیار زیادی رو بیان کردن، مانند این که کسی کنیزی رو یا برده‌ای رو آزاد بکند در مقابل هر عضوی از اون کنیز یا برده که میخرد و آزاد میکند خودش هم از آتش جهنم در واقع آزاد خواهد شد. و این مسیری هست که شریعت اسلامی برای کنیز و برده در اسلام در نظر گرفت. بله، جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی سوالشون گفتن که شما از اقوال علمای اهل سنت میآورید ولی چرا از اقوال امامهای اهل تشیع مثل امام زمان، مثل امام حسن عسکری و امام هادی و اینا نمیارین؟ در مورد امامان شیعه ما معتقد هستیم که این امامان شیعه نیستند و واقعیت زندگی این بزرگواران رو، تاریخشون رو بررسی بکنید میبینیم که اینها جز امامان اهل سنت بودند. یعنی این که روایاتشون در کتابای اهل سنت و الجماعت موجود هست و جز راویان اهل سنت و الجماعت هستند. بسیار از اونها تا زمان امام باقر یا صادق و حتی امام کاظم و عقیدهشون دقیقا همان عقیده اهل سنت و الجماعت هست. در برنامه جدیدی که ما آغاز کردیم، برنامه امامان وهابی شیعه، ما داریم عقیده امامان شیعه رو ثابت میکنیم از کتابای خود شیعه که هیچ گونه تفاوتی با اهل سنت و الجماعت در واقع نداشتند. اما در این برنامه که فتوا هست ما بر اساس مذاهب اهل سنت و الجماعت فتوا میدهیم و بر اساس قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خیلی وقتها در منطقه که هستن در نماز صبح وقتی که میرن، وقتی که نماز فرض اقامه شده، گروهی هستن که حنفی مذهب هستن و میان نماز سنت رو میخونن.
این به چه صورت است؟ در این ثابت نشده، یعنی در هیچ روایتی نیست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا جایی که من اطلاع دارم که در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی اومده باشند وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول نماز جماعت بودند کسی بیاد و پشت سر نماز جماعت نماز نفلی رو یا سنتی رو اقتدا بکنه یا شروع بکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت فرموده باشند، بلکه در روایات صحیح و صریحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، مانند روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در صحیح مسلم هست و تمام کتب سنن اربعین رو نقل کردن. صحیح بخاری، مسلم اومده، مسلم و ترمذی و ابو داود و سنن ابن ماجه و نسائی این روایت را آوردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، وقتی که نماز مکتوبه یعنی نمازی که فرض هست اقامه شد نماز دیگری غیر از نماز فرض نیست. یعنی این که شما نباید نماز دیگری را شروع بکنید یا اینکه نماز دیگری غیر از نماز فرض جایز نیست یا درست نیست. و اصل بر این است که وقتی که در یک روایتی از کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نهی صادر شد، این نهی برای تحریمه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این کار را انجام ندهید، یعنی این که حرام هست، مگر اینکه دلیلی باشد که این حرمت را تقلیل بدهد، یعنی دلیل دیگری باشه که این تخصیص بخوره. مثلا بگیم که نه مکروه هست، این مکروهش بنا مکروه تحریمی است یا مکروه تنزیهی است. در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم با صراحت فرمودند وقتی که نماز جماعت و نماز فرض شروع شده نماز دیگری غیر از نماز فرض در واقع نیست. منتها در برخی از روایات اومده که برخی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ایشون در یعنی پشت سر نماز جماعت نماز سنت هم میخوندن، مانند حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه از عمل صحابه هست. بدین خاطر فقهای احناف گفتند که این نهی که در اینجا اومده نهی تحریمی نیست و نه برای کراهت هست. و بسیار از علما گفتند که اگر میداند که به نماز جماعت میرسد میتواند که نماز امام را هم دریابد، گفتند که نماز سنت را بخوند منتها در یک گوشه دور از نه در جایی که نماز جماعت برگزار می شود. اما اولاتر و بهتر بنابر حدیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم قول آن دسته از علما هست، مانند امام شافعی، حضرت امام ابو هریره رضی الله تعالی عنه ثوری و بسیاری اسحاق ابن راهویه و بسیاری دیگر از علمای اهل سنت و الجماعت که در هنگام شروع شدن نماز جماعت خواندن نماز سنت درست نیست و بر این عمل بکنیم اولاتر و بهتر هست و روایتش صحیح و صریح است و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی گفتن دوستی دارم که اهل تشیع است و با او بحث میکنه همیشه. گفته یک سوالی کرده، گفته در کجای قرآن آمده است که دست بسته نماز بخونیم؟ خب در قرآن دست باز هم نیومده. اگر در قرآن اومده بود که شما دست باز نماز بخونید قطعا ما بر اون عمل میکردیم. بستن دست در نماز از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از احکام نماز را رسول الله صلی الله علیه و سلم تبیین کردن. فرضیتش رو الله متعال بیان کرده و آیاتی هست که اشاره دارند به اوقات نماز، اما تعداد رکعات نماز را و احکام نماز را رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند و کیفیت نماز را ایشون فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی و صحابه در طول زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز ایشون رو دیدند، برای ما نقل کردند و ما طبق سنت رسول الله نماز میخونیم و در هیچ روایت صحیحی نه حتی نزد اهل تشیع هم وجود ندارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا یکی از ائمه شیعه دست باز نماز خونده باشند. چون این روایت صحیح ما نداریم، بلکه خلافش ثابت هست و از کتاب اهل سنت و الجماعت فراوان هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست بسته نماز میخوندند و جز سنت های نماز هست. و ما معتقد هستیم اگر کسی دست باز هم نماز خوند نمازش صحیح هست، در نمازش یعنی نمازش فاسد نیست و باطل نمیشه، نمازش درست هست، اما دست بسته نماز خوندن سنت هست و ثوابش بیشتر هست. جزاکم الله خیر. خانمی از اروپا سوال کردن که میخوان به لندن سفر بکنن و مسیرش با پرواز یا طیاره 1 ساعت است. آیا اجازه هست که زن بدون محرم در این مسیر سفر بکند و مسافت مسافرت برای زن چقدر است؟
در مورد اینکه تا چه مسافتی زن میتواند که بدون محرم سفر بکند، از نظر شرعی هر چیزی که سفر شمرده می شود مسافرت درست نیست. این هر مقداری که یک سفر شرعی شمرده می شود و در آن احکام شرعی ثابت می شوند، مانند قصر کردن نماز و جمع کردن نماز، در چنین سفری بدون محرم سفر کردن جایز نیست. در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایات متعددی اومده. در صحیح بخاری اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تسافر مسیرة یوم و لیلة لیس معها محرم. برای هیچ زن مسلمانی جایز نیست که مسافت یک شبانه روز رو سفر بکنند بدون محرم برود. این مسافت مشخص نیست در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که چند کیلومتر باشد. در برخی از روایات 3 شبانه روز آمده، در برخی از روایات 2 شبانه روز آمده. در این روایت که در صحیح بخاری هست 1 شبانه روز آمده. در سنن ابو داود اگر اشکال نکنم مسافت 1 برید اومده، چند فرسخ اومده. پس بنابراین بسیار از علما این گونه توجیه کردند که در مراحل متعدد از رسول الله سوال شده، فرمودند که 3 شبانه روز، ایشون گفتن نه جایز نیست. 2 شبانه روز فرمودند که جایز نیست. 1 شبانه روز گفتن جایز نیست. 1 برید باشه، مسافت 1 روز باشه، باز هم گفتند که در واقع جایز نیست. یعنی این که مسافتی که مسافت سفر هست و در آن نماز قصر خوانده می شود جایز نیست که زن بدون محرم سفر بکند. و خصوصا امروزه که حتی با هواپیما که باشد در کنار چه کسی می نشیند و مشکلاتی که پیش بیاد نیاز به محرم براش اتفاق بیفته که نمی تواند کسی با اون در واقع نیست و امکان داره که مورد تعرض قرار بگیره. پس بنابراین حتی مسافت 1 ساعت با هواپیما هم جایز نیست که زن بدون محرم سفر بکنه. جزاکم الله خیر. 5 دقیقه وقت است تا 5 تا سوال مونده دیگه، وقت اضطراریه. بیننده گفتن کسانی که فوت کردن و گناهکار از دنیا رفتن، معلوم نیست که توبه کردن، آیا این افراد به جهنم میروند و گناهانشون پاک میشد یا به بهشت میروند؟ عقیده اهل سنت و الجماعت این است که تمام کسانی که با ایمان از دنیا بروند بهشتی هستند. تمام کسانی که با ایمان از دنیا بروند بهشتی هستند، به این معنی که عاقبت یعنی فرجامشون انشاءالله که بهشت خواهد بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایات متعددی فرمودند که من قال لا اله الا الله خالصا من قلبی دخل الجنه. هر کسی که صادقانه لا اله الا الله را بیاورد و با این عقیده بمیرد وارد بهشت انشاءالله می شود. اما گناهانی که انسان انجام میدهد با توجه به وعیدی که در این زمینه اومده و مجازات هایی رو که الله متعال مد نظر گرفته، عقیده اهل سنت و الجماعت این است که انسان مسلمان با انجام گناه کافر نمی شود. این همچنان مسلمان هست، منتها مسلمان فاسقی هست و به خاطر گناهی که انجام داده در روز قیامت به اندازه گناهش مجازات می شود، عذاب می بیند، اما نهایتا به خاطر توحیدی که دارد از آتش جهنم نجات پیدا می کند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی که در قلبش به اندازه 1 دانه جوی یا خردلی از ایمان باشد اون نهایتا از جهنم نجات پیدا می کند و وارد بهشت می شود. اما این گناهان رو احتمال دارد که الله متعال ببخشد. یعنی این یک بحث بسیار طولانی هست. مختصرا عرض می کنم که این گناهانی که انسان انجام داده احتمال داره که با موارد متعددی بخشیده بشه، مانند همین موردی که عرض کردم، روزه گرفتن روز 10 عاشورا یا روزه گرفتن روز عرفه یا حتی نمازها که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الصلوات الخمس، نمازهای پنجگانه، رمضان تا رمضان، تمام حسنات به اینها یک نوع کفاری هستند برای گناهان. دعاهای انسان‌های مسلمانان کفاره گناهان می شود، نماز جنازه کفاره می شود، بسیاری دیگر از مواردی هستند که کفاره می شوند. یا شفاعت شافعان در روز قیامت، شفاعت رسول الله و صحابه و مؤمنان، تمام اینها مواردی هستند که امیدوار هستیم که الله متعال گناهان مؤمنان را معاف بکند. اما بالفرض اگر هیچ کدام از این موارد شامل حال انسان نباشد، نهایتش این است که به اندازه گناهی که انجام داده بالفرض که توبه نکرده باشد در روز قیامت عذاب می بیند و نهایتش ان شاء الله به خاطر توحیدش بهشت خواهد بود. جزاکم الله خیر. بنده بعدی از کشور روسیه گفتن در جایی کار میکنن که مجبورن گوشت خوک و شراب را بار بزنن حمل بکنن. آیا این کار درسته یا نه؟ در مورد شراب صراحتا از رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که الله متعال نفرین کرده کسی رو که شراب را درست میکند، کسی که حملش میکند و اون کسی که برای اون حمل کرده میشود، تمام اینها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردن و انسان مسلمان باید سعی بکند تا جایی که ممکن هست خودش رو در معرض نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار ندهد. آیا زرتشت پیامبر بوده؟ در این زمینه دلیلی نیست، نه از قرآن نه از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که بتوان چنین مطلبی را ثابت کرد. درست.
بیان بعدی گفتن به دلیل مسئولیت کاری که دارم به یک شهر شیعه نشین رفتم که اینجا مسجد اهل‌سنت وجود ندارد. تکلیف نماز جمعه برای من چی بود؟ نماز جمعه یک نمازی هست که جماعت جز شرایطش هست، یعنی نماز فردی نیست. حتما شما نماز جمعه را با جماعت باید ادا بکنید و اگر در شهری هستید که نماز جمعه برگزار نمی شود، این اهل سنت و جماعت نیستند که نماز جمعه بخونند، از نظر شرعی نماز جمعه بر شما فرض نیست و نماز ظهر بر شما فرض است. یعنی در شهرها و روستاهایی که نماز جمعه اقامه نمی شود، مردم آن شهرها و روستاها به جای نماز جمعه باید نماز ظهر را، یعنی 4 رکعت را کامل بخونند و گناهی هم بر گردنشون نیست. درست. جزاکم الله خیر. برادر عزیزمون که موحد شدن گفتن که در شهری که زندگی میکنن و کلا در ایران الان وقت محرم هست، گفتن که قهوه میدن، اون شاید جدید باشه، گفت قهوه میدن و شربت میدن، کلا همه جا پخش میکنن و گفتم خب به نیت امام حسین اینا میدن. گفت منم یک بار خوردم و گفتم که اجرت با الله. و سوالش این بود که استفاده از اینها آیا حرام است یا حلال؟ عموما شیعه عادت کردند که اینها رو نذر میکنند برای امام حسین. اگر نذر برای امام حسین هست و برای تقرب به امام حسین هست، در این هیچ گونه شک و شبهه وجود نداره که اینا حرام هستند. نذر برای غیر الله حرام هست و از نظر شرعی جایز نیست و اگر این گونه باشد این در واقع جزء محرمات هستند و انسان نباید اینو استفاده بکنه. و اگر نذر برای الله هست، یعنی خالصانه بالفرض گوسفندی رو که ذبح کردن به نام الله و برای الله اینو در واقع ذبح کرده باشند، خب از نظر شرعی این حلال هست، زیرا که برای الله ذبح کردن، نه برای به نام امام حسین رضی الله تعالی عنه. اما باز هم چون که یک نوع بدعت هست و یک نوع خرافه هست و یک نوع در واقع شبهه هست، انسان باید از خوردن چنین موارد جدا خودداری بکنه، با توجه به این که نمیداند که آیا به نام امام حسین ذبح شده یا به نام الله ذبح شده، حلال هست یا حرام هست. به خاطر این انسان باید در چنین موارد همون احوط رو عمل بکند، یعنی این که نخورد، این اولاتر و بهتر هست. و بالفرض اگر که قبلا خورده باشد، وقتی که این حکم شرعی رو نمیدونسته برگردن، اون هیچ گونه گناهی هم انشاءالله که مترتب نمیشه و الله متعال کاری رو که انسان نادانسته انجام داده، الله متعال انسان رو مؤاخذه نخواهد کرد. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین استاد. وقت برنامه تموم شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودند و در اینجا با پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر.